سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم که بهتون درس چنگ رو یاد بدم. چنگ توی میزان‌های 4/4 که ما توی سنتور داریم، توی نوت سیاه ما توی هر شماره یک ضرب میزنیم، ولی توی چنگ این تعداد ضربا میاد به نصف میرسه. یعنی چنگ 1/2 نوت سیاهه. به عنوان مثال اینطوری که بخوام با رسم شکل بهتون توضیح بدم، اینطوری میشه که چنگ مثلا یه سیب کامله. ما یه سیب کاملی داریم که نوت سیاهمونه. حالا وقتی این سیب رو به 2 قسمت تقسیم کنی، الان 2 تا سیب داریم دیگه. این 2 تا سیبا میشن چنگ. یعنی اون سیب کامل نصف شده و به 2 تا چنگ تبدیل شده. علاوه زمانی هم 1/2 نوت سیاهه. بخوام واضح تر بگم، ما توی نوت سیاه که تو هر شماره یک ضرب میزدیم، توی چنگ اون یک ضربه نصف میشه. یعنی گفتیم سل و این یه ضرب کامل توی یه شماره است، ولی توی چنگ این یک ضربه میاد توی 2 تا شماره خلاصه میشه. یعنی توی ضرب اول میگیم سل، پا میخوره زمین. توی ضرب دوم نوت بعدیش میشه و که پا میاد بالا. اولین درسی هم که نوت چنگو داره درس عروسک جون از کتاب شیوه سنتور نوازی پشنگ کامکار هستش. با من همراه باشین که این قطعه رو براتون بزنم و بهتر متوجه بشین. خب دوستان ببینید، این الان قصه عروسک جون هستش. به این شلوغی پلوغی‌هایی که من نوشتم زیاد توجه نکنید. ببینید الان این چنگه. خب این چنگ یعنی با همدیگه یه نوت سیاه تشکیل میده. توی شمارش هم اینطوری هستش که ببینید نوت اول که شماره 1 گذاشته نوت می هم هست، نوت بعدیش میشه و. یعنی اول پا میخوره زمین، میگیم می، فا، دوباره سل. اینا که نوت سیاهه که مثلا خودتون میدونید که مثلا چیکار باید بکنید، ضرب کامله. ولی مثلا توی زدنا ببینید فلش هم مثلا علامت هم کشیدم زیرش. می پا میخوره زمین و روی فا پا میاد بالا، یعنی 1/2 ضربه. میگه می، فا، سل و سل و می، ره، دو و دو و به همین منوال نوت خونده میشه. بریم که با هم دیگه قطعه رو بزنیم. بچه امیدوارم که این درس رو متوجه شده باشین. اگه سوال چیزی داشتین حتما ازم بپرسید. بعد اینکه خیلی ممنون که ویدیو منو تماشا میکنین مثل همیشه. تا جلسه بعد مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.